درس سوم، ضمه. کلمه های آشنای زیر را بخوانید. به کلمه های بالا خوب دقت کنید. حرف اول آنها چه صدایی دارد؟ صدای او دارد. صدای او را روی حرف اول آنها بگذارید و بخوانید. به حرفی که ضمه یا او دارد مضموم میگویند. صدای او را روی حروف زیر بگذارید و بخوانید. قرآن آموز عزیز، خوشبختانه با یاد گرفتن صداهای فتحه ا، کسره ا و ضمه او می توانید بسیاری از کلمه های قرآنی را بخوانید. هو یکو تضع زبد مثل تجد یعید یعیظ حسن ضعف كبر خلق دعي طرب طبع فعل قتل قدر كبت كتب لعن منع نفخ نقر وعد ولد هدي سبل زبور صحف اذن. کلمه های زیر را ابتدا به صورت تفکیک و سپس به صورت ترکیب بخوانید. مثال: تفکیک لا نو بی ذ. ترکیب لا نبذ أتذر عنقك لا أجد ونذر أخذ أذن أفك ذبح فتح وضع أخر أمد تذر أجد تزر نرث يعد خبث نصب نذر ستجد قضية وجمع. در زبان فارسی به ضمه پیش میگویند. تذکر: از آنجا که صداهای ا، او کوتاه و اصطلاحاً با یک ضرب خوانده میشوند، به آنها صداهای کوتاه میگویند.